بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت انکشاف ملی نظر به حکم جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در اواخر سال 1398 ایجاد شد. ماهیت اصلی از این شرکت از ادغام 11 تصدی دولتی در یک شرکت که شرکت به نام شرکت دولتی انکشاف ملی یاد میشه، ماهیت از این ادغام همین تصدی های دولتی ماست. قسمی که به شما بهتر معلوم است، تصدی های دولتی قبلا متاسفانه در 18 سال گذشته توجه جدی برای از این تصدی ها نشده بود و همه این تصدی ها در تطبیق پروژه ها با همون اباحت و ماهیتی که قبلا داشتن متاسفانه به رکود مواجه شده بودند و در انتظار سبسایدی بودند که چطور بتونن یا همون مصارف خود یا پروژه هایی را که برای از یا میتونن تطبیق کنند. روی منظور شرکت انکشاف ملی من حیث یک چتر واحد ادغام شده 11 تصدی دولتی ایجاد شد که خوشبختانه امروز در راستای انکشاف و تطبیق پروژه های انکشافی نقش موثری را در کشور داره. پروژه هایی را که شرکت انکشاف ملی از طریق تصدی های خود تطبیق میکنه، پروژه هایی است که از طریق کمیسیون محترم تدارکات ملی و از طریق ادارات مختلفی که واحدهای نیازمند به پروژه ها به شرکت انکشاف ملی میآید. شرکت انکشاف ملی یک شرکت دولتی تطبیق کننده است و پروژه هایی که در شرکت انکشاف ملی میآید در حال حاضر نزدیک به 3000 شرکت خرد و کوچک دیگر در بخش‌های ساختمانی، در بخش‌های لوجستیکی، در بخش‌های سرکسازی و در بخش‌های مختلف این شرکت‌ها با ما همکار هستند و مطابق با قوانین و طرز العمل تدارکات تمام پروسه‌های خریداری‌های ما، تمام پروسه‌هایی که در تطبیق پروژه ها ما نیازمند از او هستیم از طریق سیستم آنلاین الکترونیکی پیش میره و خوشبختانه پروژه های ما شعار شرکت انکشاف ملی سرعت است، کیفیت است و قیمت پایین است که ما سعی کردیم این سه مشخصه پروژه را در تمام پروژه های خود تطبیق کنیم. بحث ای که شرکت انکشاف ملی پروژه هایش به شکلی است که نظارت نمیشه یا به صورت خودمختار کار میکنه، ما باید این خدمت به شما این موضوع اشاره کنم که شرکت ملی از نامش مشخص است. تمام پروژه ها از مردم افغانستان است. ما در سطوح مختلف به خانه ملت، به مردم افغانستان، به مالک پروژه که ادارات دولتی ما هستند، از شروع پروژه تا ختم پروژه ما آماده هر نوع پاسخگویی و جوابگویی هستیم و دروازه شرکت انکشاف ملی و پروژه ها به روی تمام ملت افغانستان باز است تا بتونن از این پروژه ها و از پروسیجرهایی که در تطبیق از ما استفاده میکنیم نظارت خود داشته باشند. دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی که شما هم در او حضور دارین در قصبه خانه‌سازی کابل، در تصدی خانه‌سازی دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی اساس گذاری شده که خوشبختانه امروز ما از این نقطه وصل 11 تصدی دیگه خود در شرکت هستیم. شرکت انکشاف ملی یکی از شاخصه هایش بالا بردن عواید به دولت است، چون تصدی های ما تصدی های انتفاعی هستند، عوایدی هستند و ما باید عواید خود به دولت افغانستان همیشه تقدیم کنیم. شرکت دولتی است. جای بسیار خوشبختی هست که باید بگوییم که شرکت انکشاف ملی روی از این منظور که میخواد مصارف خود کنترل کنه، در این اواخر نزدیک به 52 بند و انهار دیزاین از او به شرکت انکشاف ملی انتقال کرده. بحث دیزاین پروژه های بزرگ مثل بند و انهار و پروژه های ملی اگر ما ایاره با شرکت های بیرونی بخوایم قرارداد کنیم و بخوایم از طریق سکتورهای بیرونی به دیزاین ازی بپردازیم، شاید مصارف بسیار هنگفتی را ما متقبل شویم. یعنی مصارف 52 پروژه دیزاین از او را اگر ما اوسط بگیریم شاید به 5 یا 10 پروژه ما ایره تبدیل کنیم، بیشتر از اون نتونیم. روی از اون منظور شرکت انکشاف ملی به نام مرکز دیزاین تخصصی بند و انهار یک شعبه را جای بسیار خوشی هست که برای اولین بار یک شرکت دولتی از نظام افغانستان تانسته در یک کشور دیگه که در ترکیه باشه یک دفتر یا یک نمایندگی خوده، نه دفتر مرکزی، من حیث مرکز دیزاین تخصصی بند و انهار در اونجا ایجاد کنه. تا حال ما در او کدام استخدام یا کدام استاف نداشتیم. فعلا پروسه راجستریشن از شرکت انکشاف ملی در او کشور جریان داره
که انشالله بتانیم بعد از راجستریشن ما دیزاین بند و انهار خود در او کشور توسط متخصصین داخلی و خارجی انجام بدیم. شرکت انکشاف ملی یک شرکت انتفاعی است، میتونه مثل تمام کشورهای دیگه در اقصا نقاط دنیا انشالله بتانیم که این رشد به این رشد برسیم که ما بتانیم نمایندگی‌های خود در کشورهای دیگه هم ایجاد کنیم تا بتانیم نقطه وصل بین امور سکتور تخصصی و تکنیکی ما بین افغانستان و کشورهای دیگه شویم. شرکت انکشاف ملی در اگر بگوییم در 4 سکتور مشخص ساختمان، زراعت، انرژی و تولید دستاوردهای بسیار خوبی را در سال 1399 داشت. در بخش ساختمانی ما تانستیم که پروژه های بسیار دارای اولویت که شفاخانه های کووید 19 بود که متاسفانه یک مریضی دامنگیر در تمام دنیا هست. در اینجا شرکت انکشاف ملی تانست که با همون پروسه، با همون پیام سرعت و کیفیت و قیمت خود که بتونه در همین تو یک حالت استجالیت با قیمت پایین و با سرعت بیشتر بتونه شفاخانه های کووید 19 را اعمار کنند. نیازمندی از وزارت محترم صحت عامه بود، تطبیق از شرکت انکشاف ملی کرد. خوشبختانه در کابل ما 5 شفاخانه کووید 19 50 بستر تکمیل کردیم و به صحت عامه دور تسلیمی از او جریان داره که از او استفاده میشه. در بخش انتظارگاه ها ما تونستیم که در نیازمندی تمام شفاخانه ها انتظارگاه ها را اعمار کنیم و به صحت عامه تسلیم کنیم. در بخش اعمار مساجد، جمنازیوم های ورزشی، سالن های کنفرانس ها در سطح 34 ولایت افغانستان پروژه های بزرگ ساختمانی ما بوده. در بخش بند و انهار که توسط تصدی هلمند پیش میره، خوشبختانه پروژه بند مچلقو، کانال های بند کمال خان، پروژه هایی که متاسفانه سالها با در نظر داشته شرایطی که او پروژه ها داشته توقف بوده. امروز شرکت انکشاف ملی خوشبختانه این پروژه ها را با فیصدی بسیار قابل ملاحظه را در سال 99 آغاز کرد و امروز هم کارش در ساحه جریان داره. پروژه هایی است که واقعا ملی هستند و منفعت از او به تمام مردم افغانستان خواد برسه. در بخش تولید به این شکل ما در سمنت قوری، در سمنت جبل السراج تانستیم که ظرفیت تولید خود بالا ببریم که ان شاء الله تولید سمنت ما بتانیم که در افغانستان به خودکفایی برسیم در آینده. در بخش زراعت و در بخش وادی ننگرهار ما خوشبختانه تانستیم که باغ‌های زراعتی زیتون و باغ‌های زراعتی که ما در او وادی داریم با سطح تولید بالایش برسانیم و این برنامه‌های ما هنوز هم کماکان ادامه داره. تمام پروژه های شرکت انکشاف ملی مطابق با نیازمندی ادارات مختلف در تطبیق با ما واگذار میشه و ما توسط همین تصدیهای دولتی که هر کدام از این در سالها، در 40 سال تاریخ خود خوشبختانه یک نام نیکی را داشتند و در این اواخر به رکود مواجه شده بودند، شرکت انکشاف ملی توانست که این تصدیها را دوباره سرپایی کنه و امروز هر کدام از یا در بخش تخصصی خود که بخش ساختمان است، زراعت است، تولید است، بند و انهار است و همچنین مسکن است که تصدی خانه سازی ماست، ان شاء الله بتونیم که در سال 1400 هم دستاوردهایی که خوبی را در این زمینه داشته باشیم. کشور عزیز ما افغانستان در حالت قرار داره که نیاز به بازسازی، نوسازی و سازندگی داره. شرکت انکشاف ملی با همکاری سکتور خصوصی که بالاتر از 3000 شرکت با ما همکار و همگام و همراه هستند و حمایت مردم، حمایت ملت و حکومت ما بتونه که انشالله در راستای سازندگی، بازسازی و نوسازی تمام پروژه‌های عمرانی نقش بسزای داشته باشه. شرکت انکشاف ملی در مقابل تمام اجراعاتی که انجام میده به ملت خود، به مردم خود و به دولت و حکومت و خانه ملت پاسخگو بوده و خواهد بود و در هر زمان انشالله در این رابطه به خدمت شما خواهد بودیم.